نماز جماعت. شرع شریف به مردانی که توانایی دارند امر کرده تا نماز را به جماعت ادا کنند و به کسانی که ترک جماعت میکنند هشدار داده است و در سخت‌ترین شرایط نیز ترک جماعت را مجاز ندانسته است و دلیل بر آن فرموده خداوند متعال است در مورد صلات خوف که فرموده: و اگر در میان آنها بودی و بر ایشان نماز اقامه کردی، باید گروهی از آنها با تو بایستند و سلاح‌هایشان را با خود بگیرند هنگامی که سجده کردند در عقب شما باشند و گروهی دیگری که نماز نخواندند بیایند و با تو نماز بخوانند. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به سوزانیدن کسانی که به جماعت حضور نمی‌یابند عزم داشتند. ابو هریره رضی الله عنه روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: سنگین ترین نماز بر منافقین نماز عشا و نماز صبح می باشد. اگر از آنچه که در آن دو وجود دارد می دانستند به آن دو می آمدند ولو که خود را به روی دستان و سینه ها می کشاندند. عزم کردم که به نماز امر کنم که برپا شود، پس از آن به مردی امر کنم که برای مردم امامت کند، سپس همراه مردانی که با خود دسته های هیزم دارند به سوی قومی در حرکت شوم که به نماز حضور نیافتند، بر آنان خانه هایشان را آتش زنم. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای نابینا اجازه ترک جماعت را ندادند زمانی که خواست تا به خانه‌اش نماز بخواند، چون راهنمایی ندارد. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به ایشان فرمودند: آیا اذان را میشنوی؟ آن مرد گفت: آری. فرمودند: باید جواب بدهی. و جماعت در خانه درست نیست، باید در مسجد باشد، مگر اینکه مسجد دور بوده و اذان را نمیشنود، اشکالی ندارد که در خانه جماعت کند.